همه مردها هدفشون از ازدواج اینه که بره با یک زنی که دوستش داره ازدواج کنه و اونو خوشبخت کنه. چرا وقتی قر میزنی گریه میکنی شوهرت نمیمونه خونه ول میکنه میره یا داد میزنه پرخاشگری میکنه؟ چون احساس گناه میکنه که نتونسته تو رو خوشبخت کنه و برای اینکه از اون احساس گناه فرار کنه خونه رو ترک میکنه. بعد تو میگی این چه بیشور فلان فلان شده یه من حالم بده ول کرد رفت. اون بیشور نیست، اتفاقا اون خیلی میفهمه از این احساس گناه حالش بده که نتونسته زنش رو خوشبخت کنه. پدر مادر عروس به داماد میگن ان شاءالله دختر ما رو خوشبخت کن. ببین یه مسئولیتی که جامعه داره رو دوش مردها میندازه، چه خوشایند باشه چه نباشه. با هر یک باری که زن از شوهرش قدردانی کنه داره یه مهر تایید میزنه که ببین من تو این زندگی خوشبختم، حالم خوبه، دمت گرم. و اون مرد تلاشش رو بیشتر میکنه تو این زندگی. ولی هر وقت قر بزنه، ایراد بگیره، تحقیر کنه، گریه کنه، نارضایتیشو با روش‌های ناسالم بیان بکنه، اون مرد میگه خب دیگه من این همه تلاشم میکنم دیدم نمیشه، خب بس چرا تلاش کنم؟ ول کن بذار برم. فرار میکنه از اون زندگی.